کتاب واسطه گریختن از مشکلات زندگی نیست. ما با آن روی می‌آوریم تا کلید مشکلاتمان را دریابیم. همان کلیدی را که به ما درهای واقعیت را می‌گشاید. فراموش نباید کرد که تربیت فرزند در برابر اینکه بر دوش مؤسسه‌های تعلیمی میباشد، پیش از همه مسئولیت و وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر هم هست. در این زمینه یکی از اثرهای مشهور و معروف کلاسیک ادبیات تاجیک، عنصرمعالی کیکاووس قابوسنامه و یا خود نصیحتنامه از بهترین آفریده‌های نثر کلاسیکی به شمار رفته، مقصد اساسی انشای آن تربیت فرزند گرامی خود و با راه نیک زندگی هدایت نمودن وی می باشد که در سن 63 سالگی به ادب دست داده است. کیکاووس نصیحتنامه خود را برای ادای شرط پدری با مقصد تربیت فرزندانش تألیف کرده است، ولی آن به دستور اخلاقی و تربیوی و کتاب بدیعی و خواندنی هزارها آدمان تبدیل یافت و نام مؤلفش را در تاریخ ادبیات و افکار پداگوژی جهان جاودانی ثبت نمود. یکی از اثرهای پسندیده من این نصیحتنامه عنصرمعالی کیکاووس می باشد. اثر از 44 باب الهیده عبارت بوده، هر یک باب آن موضوعهای الهیده، رسم و رسوم، آداب و اخلاق و اینچنین علم طب را می آموزد. نثر گذشته تاجیک هم به مثل نظم عالم شمول آن تاریخ عنعنه‌های شایسته را داراست. در نهاد قابوسنامه عنصرمعالی کیکاووس دردانه‌هایی است که زیاده از 900 سال پیش از این ایجاد شده تا امروز ارزش خود را از دست نداده است و جلو و درخش پیشینش را گم ننموده است. از این کتاب که پر از پند و اندرس‌های حکیمانه و حکایت و سرگذشت‌های عبرت بخش است، چندین نسل سبق زندگی آموخته، درس اخلاق و آداب حمیده گرفتند و به طرز روزگارداری گذشتگان شناسایی پیدا کرده عنعنه‌های نیک آن را دوام داده‌اند. قابوسنامه از 44 باب عبارت بوده، هر باب آن به یکی از مسائل گوناگون اخلاق و آداب، رسم و آیین، معیشت و روزگارداری، عائله و خانه‌داری، تحصیل و تعلیم، آموزش کسب و هنر، صنعت و ورزش، سیاست و اداره مملکت و دیگر پهلوهای زندگی انسان بخشیده شده است. عنصرمعالی کیکاووس پس از باب‌های عنعنوی که با تقاضای مفکوره حکمران زمان او جنبه دینی دارند، از باب پنجم سر کرده توجه خواننده را به شناختن حق پدر و مادر جلب می‌نماید. از فضیلت‌های اساسی انسان نطق و سخنوری و نیکی و نکوکاری ملاحظه‌ها بیان می‌کند. کیکاووس بیان را از ماهیت انسان شروع نموده در باب‌های گوناگون درباره تشکل فرزند از کودکی و جوانی تا پیری و از آموزش علم و پیشه‌های گوناگون تدریجاً تا به درجه حکمران مملکت رسیدن او، یعنی در جامعه موقع خاص خود را اشغال نمودنش سخن می‌راند. در قابوسنامه کیکاووس پیش از همه به نیکی و نکوکاری دقت می‌دهد و این را از فضیلت‌های اساسی انسان دانسته در هر مورد تلقین می‌کند. اما نیکی از سزاوار نیکی دریغ مدار و نیکی آموز باش و بر نیکی کردن پشیمان مباش. در باب‌های گوناگون قابوسنامه مؤلف جاهلی، فریب، خودپسندی، بدگویی، کینه و بخیلی، ریای و ستم بر این خصلت‌های زشت را محکوم نموده، دوستی و نیکوکاری، راستی و جوانمردی، سخاوتمندی، فروتنی، بی‌آزاری و دیگر فضیلت‌های حمیده انسانی را ستایش و تلقین می‌کند که در نهاد خوانندگانش انسانی کامل بودن را تربیت می‌دهد. عنصرمعالی کیکاووس اثر را برای پسرش گیلانشاه سال 1083 بخشیده است. او نه تنها برای پسرش بلکه برای ما جوانان امروزه نیز شرایط اخلاق، آداب و اینچنین مهمانداری را نموده است. خلاصه من از این کتاب در آن است که کتاب بسیار موضوعهای جالب را در بر میگیرد. کتاب تربیوی بوده، بخشیده به تعلیم و تربیه است. اینچنین هر یک شخصیتی که کتاب را میخواند چی طور رفتار کردن و چی طور در کجا معامله نمودن را میآموزد. اگر ما اثر را حسن زمانی دهیم، پس انی خود دقیق پیدا میگردد که آن همان یکی از اثرهای نصیحت‌آمیز و عبرت‌آموز دور باقی است.
зеро қобуснома намиранда ва пойбарҷост ва метавонад бо садсолаҳои дигар ба ҷавонону наврасон дарси одобу ахлоқи некӯ омӯзад. биёндагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои кишвар дастрас намоед.